برنامه عشقنامه با عشق تقدیم شما با حضور بدرالدین مقصودزاده، دکتر علم‌های فیلولوژی، پروفسور دانشگاه ملی تاجیکستان. صحبتمان بر اساس همین دانش‌ها و سابقه علمی که ایشان دارند صورت خواهد گرفت. زمانی که به انسان نفس بخشیده شد، از همان لحظه محبت در دلمان ریشه کرد و پیدا شد. سخن پاک پیدا شد و آمیزش یافت این محبت با سخن، یعنی با شعر، با غزل، با ترانه‌های عاشقانه که هر کدام آن جهان معنی است. درود بر شما تماشابینان عزیز تلویزیون سفینه. برنامه عشقنامه است منظورتان و حالا ما از محبت حرف میزنیم، ولی از محبت عادی نه، از محبتی که حتی در چند مصرع برای ما جهان و احساس گوارا را هدیه کردن. این نوبت تصمیم داریم از عاشقانه های سعدی شیرازی بگوییم. شاعر خوشبیان شیخ مصلح‌الدین سعدی شیرازی در سرچشمه ها سنه تولدش گوناگون آمده است و تخمین می رود که آن سال 1204 باشد. تحصیل در بغداد، مدرسه نظامیه. او یکی از شاعرانی خیلی جهان دیده بود که پس از ختم تحصیل الکی رو آورده بود به سیاحت. کشورهای به مثل ایران، عربستان، آسیای میانه، مصر، شام، خراسان، ماوراءالنهر و سرزمین‌های دیگر را دور زده است. مشهورترین اثرهای او بوستان و گلستان نتیجه همین بازدیدها و تجربه‌های از سر گذرانیده‌اش می باشد. سعدی با سبک جذاب خود میان شاعران سرکرده از زمان خود تا به این دم خیلی خاص بوده و میماند. بوستان و گلستان او نه تنها از اثرهای ماندگار خود شاعر، بلکه از بهترین های ادبیات کلاسیکی به شمار می رود که چند نسل با مطالعه او برای خود پند می گیرد و محبت و انسان دوستی می آموزد. برای نزدیکانمان ما امروز تمنای داشتن عمر سعدیانه را می کنیم. این عباره باشد از آنجاست که سعدی بزرگوار 108 سال عمر دیده است. ز اندازه بیرون تشنه‌ام، ساقی بیاران آب را. اول مرا سیراب کن، وانگه بده اصحاب را. من نیز چشم از خواب خوش بر می نکردم پیش از این. روز فراق دوستان شب خوش بگفتم خواب را. هر پارسا را کان صنم در پیش خاطر بگذرد، چشمش به ابرو افکند باطل کند محراب را. من صید وحشی نیستم در بند جان خویشتن، گر وی به تیرم میزند ایستاده‌ام پرتاب را. مقدار یار هم نفس چون من نداند هیچ کس، ماهی که بر خشک افتد قیمت بداند آب را. وقتی در آب همچنان دستی و پای میزدم، اکنون همین پنداشتم دریای بی پایاب را. امروز حالا غرقم تا بر کنار افتم، وانگه حکایت میکنم تا زنده‌ام غرقاب را. گر بی وفایی کردمی یرغو به قاآن بردمی، کان کافر اعدا میکشد وین سنگدل احباب را. فریاد می‌دارد رقیب از دست مشتاقان او، آواز مطرب در سرا زحمت بود بواب را. سعدی چو جورش میبری نزدیک او دیگر مرو، ای بی بصر من میروم او میکشد کلاب را. دوستان گرامی، غزل بسیار هم زیبا از سعدی شیرازی بود که ما حالا تصمیم داریم تحلیل این غزل عاشقانه، این غزل پر از احساس شیخ سعدی رو داشته باشیم همراه استاد و شروع میکنیم از مصرع‌های اول. سلامت باشید و طوری که شما اینجا قید کردید، این غزل فوق‌العاده غزل زیبا است و غزل شیخ سعدی است و همگان میدونند که شیخ سعدی در عصر سیزده‌ای نگونی کرده است. یعنی میان ما خوانندگان امروز و سعدی بزرگوار بیش از 700 سال فاصله است. بنابراین همین غزل برای ما گوییم که در یک خواندن ممکن است که فهما نباشد، اما خوانندگان، اون خوانندگان خوش‌سوادی که در زمان سعدی زندگی به سر می‌بردند،
وقتی که این غزل رو میشنیدن یا میخواندن همه رو میفهمیدن. بنابراین چون میان سعدی و ما فاصله خیلی بزرگ است، اکنون این غزل رو ما به شرح دیم. گپ در سر آن است که اینجا طوری که برنامه شما هم عشق نامه است، درباره عشق صحبت رفته است. درباره عشق گپ سر آن است که در گذشته بزرگان ما گفتند که عشق با حرف یعنی با سخن بیان کرده نمی شود. عشق را، احساسات عاشقانه را با سخن بیان کردن خیلی محال است. برای همین تا به حال ادامه دارد بیانش. ولی شاعران بزرگ ما مثل سعدی، مثل عراقی، مثل حافظ، مثل مولوی، اونها که خیلی احساسات پرغلیان و احساسات رنگین داشتن، اونها می توانستند که احساسات عاشقانه خود را بیان کنند. و بیهوده نیست که وقتی که یک شخص میخواهد که احساسات عاشقانه را بیان کند به شعر رو میآورد و به شعر بزرگان ما و احساسات خودش را به واسطه شعر آنها چیکار میکنه؟ بیان میکنه. اگر همین غزلی که حاضر خوانده شد ما ببینیم، اینجا میگه که زندازه بیرون تشنه ام ساقی بده آن آب را، اول مرا سیراب کن آنگه بده اصحاب را. اینجا برای تماشابینان شاید کلمه اصحاب چندان فهمانه باشد. اصحاب این کلمه عربی است، یعنی یاران، همنشینان معنایش، هم صحبتان. خب میگوید که زندازه بیرون تشنه، من نهایت تشنه هستم، ای ساقی بده آن آب را. ساقی کسی است که وی هر گونه آشامیدنی که مایه است، آشامیدنی است، آن را تقسیم میکنه. به قدح ها، به پیاله ها، به کاسه ها میریزد، به اطرافیان خود تقسیم میکنه اون آب را. لیکن آب اینجا سعدی آب گفته است، لیکن مرادش اصلا مای است. و مای در تعبیر کلاسیکان ما، مخصوصا در شعر عرفای ما، به غلیان عشق است. همین مای به معنای عشق می آید. این برای تناسب سخن آب گفته است، چرا که آب را هم ساقی میتوانست تقسیم کنه. خب میگه من خیلی تشنه هستم. گپ در سر آن است که عشق خیلی دشواری ها دارد، خیلی دشواری ها دارد و یک هر کسی که عاشق باشد، خود در عشق زمینی خود الهی، و میفهمد که چقدر اون عشق دشوار است. یعنی خیلی به غم عشق گرفتار میشود. خب و مخصوصا که از یارش، از دوستار خودش جدا افتاد و اون باز عشق علنگه میزند. خب بنابراین ببینید که حافظ هم میگه در مطلع دیوان حافظ، اگر شما توجه کرده باشید همه میدونن، الا یا ایها الساقی ادرک حسن و ناولها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. یعنی این یک حسن ابراهیم نقاش، یک ما استاد داشتیم، استاد زبان عربی، ترجمه کرده بود الا ساقی قدح پر کن به ما درد آن جام را، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. خب هر کسی که عاشق است به غم گرفتار می شود، به دشواری های عشق گرفتار می شود. اینجا هم سعدی بزرگوار میگوید که من زندازه تشنه هستم، از اندازه بیرون تشنه هستم، ای ساقی آن آب را اول به من بده، مرا سیراب کن، بعد به دیگر اصحاب بده، به دیگر اصحاب بده، به دیگر همنشینان بده، آنهایی که از عشق چندان خبر ندارند. اما من سخت عاشق هستم و تشنه هستم، تشنه عشق هستم و اون عشق مرا باز هم پرزورتر گردان. خب بیت دوم یک تشبیه بسیار خوب دارد که با خواب به مانندی مثلا انسانیت صحبت می شود. من نیز چشم از خواب خوش بر می نکردم پیش از این، روز فراق دوستان شب خوش بگفتم خواب رو. یعنی تا آن دمی که من عاشق نبودم من خواب میکردم، خواب راحت، خواب شیرین. خب یعنی براحت خواب میکردم. اما وقتی که من گرفتار عشق شدم و از یارم جدا شدم، از دوستار خودم جدا شدم و عشق من خیلی علنگه میزند، عشقم خیلی افزون میکنه. خب فراق که به میان به وجود آمد، من خواب را شب خوش گفتم، یعنی شب بخیر گفتم. یعنی اینجا صنعت تشخیص را سعدی بزرگوار استفاده کرده است. یعنی خواب به خواب صفت‌های انسانی داده.
هیچ کس به خواب شب خوش نمیگوید، همطور یعنی شب بخیر نمیگوید. اما سعدی بزرگوار میگوید که هنگامی که فراق دست داد و از یارم جدا شده، دیگر من آرام ندارم، خواب از سر من از دیدگان من پریده است، دیگر خواب ندارم، من به غم عشق گرفتار شدم. خب یعنی من با خواب خیرباد کردم، یعنی همیشه بیدار هستم و در فراق او میتپم. همین را بسیار شاعرانه و بسیار زیبا همین بیت دویم را سعدی بیان کرده. در ادامه میگه که هر پارسا را کان صنم از پیش خاطر بگذرد، چشمش بر ابرو افکند، باطل کند محراب را. یعنی اینجا میگه که اگر پارسا کی است؟ پارسا تقوادار، پارسا کسی است که فرموده شریعت را همش رو اجرا میکند. خب و اگر این پارسا میگه در مسجد باشد و روبروی محراب قرار گرفته باشد و نماز گذاشته ایستاده باشد و همین وقت اگر چشمش به این ابروی یار من افته، میگه او نمازش رو فراموش خواهد کرد. یعنی اینجا سعدی بزرگ خیلی مبالغه میکنه، خیلی اغراق میتونیم بگیم که میکنه، چون شاعر بزرگه و میگوید که حتی پارسا که میگه او نماز میگذارد. اینجا باید بگیم که در میان مثلا ابرو و محراب یک تناسب هست. همون خمیدگی محراب با خمیدگی ابرو یک تناسب دارد. همین رو بیان کرد. من سعید وحشی نیستم، در بند جان خویشتن گر وی به تیرم میزند ایستاده‌ام پرتاب رو. میگه که من سعید وحشی نیستم، یعنی من یک گوییم که حیوانی سعید که میگه اوهو مثلا هر چیزی که یا گوزن مثلا که در دشت و صحرا میشود و صیادا پیشتر شکار میکردن، من اون خیلی سعید نیستم که گوییم که در بند جان خودم باشم، یعنی در فکر خودم باشم، با اختیار خودم نیستم، در بند جان خودم باشم. خودم اگر وی به تیر خواهد که من زند، من آماده هستم، یعنی طرفی من تیرش رو پرتاب کنه. من چنون دوستدار آن یارم هستم، او را دوست می‌دارم که اختیارم در دست اوست و او هر چی خواهد میکند. حتی اگر طرف من تیر پرتاب کند، من فرار نمیکنم، یعنی تیرش رو چی به جان قبول میکنم بگه. و مثلا باز هست که ما در بسیاری از حالت‌ها وقتی که از دست میدهیم بعد به قدرش میرسیم. این دو بیت دیگر که مقدار یاری هم نفس، چون من نداند هیچ کس، ماهی که بر خشک افتد قیمت بداند آب را. گاهی ما برای تمام نداشته هایمون افسوس میخوریم، ولی وقتی که داریم بسیاری موارد قدرشون نمیکنیم. بله، اینجا مقدار به معنی همون قدر و اعتبار اومده است، یعنی اون برای من خیلی عزیز است و وقتی که میان ما فراق افتاده است، قدر و اعتبار و منزلت او رو من میدونم، از همه بیشتر من میدونم، چرا من عاشق او هستم. اینجا یکون تمثیل میزند سعدی بزرگ، ماهی که بر خشک افتاد قیمت بداند آب را. یعنی ماهی که درون آب هست و قدر اعتبار آب برایش چندان بزرگی نیست، لیکن وقتی که به خشکی میافتد و قدر آن را چه میشناسد که بی آب زندگانی کردن نمیتونه. من هم مثل اون ماهی هم که از آب بیرون شده است، میتپم در عشق یار خودم و اون اعتبار اون یارم را، عزیز بودن اون یارم را من میدانم بگه. خیلی که ماهی اگر به خشکی افتد میتپه، من هم تپان هستم در عشق یار خودم. یکی از کشفیات های بزرگ شیخ سعدی در غزلیات همین است که همین تصویر عاشق رو، تصویر معشوقش رو بسیار هم دلپسند آفریده است که در تا عصر او، تا حد او، تا در همان عهد هیچ کسی این گونه تصویر نکرده بود. من به این سخنی شما میتونم اضافه کنم که این را همه محققان قید کردن، سعدی شناسان، آنهایی که در تاریخ غزل فارسی کار کردن، همشون قید کردن که تا سعدی شاعران دیگر که مثلا عاشقانه ها می نوشتن، در مدح معشوق می نوشتن. بله. در مدح معشوق.
اما سعدی وقتی که روی کار آمد و به غزل نویسی به غزل سرای سر کرد در غزل فارسی تاجیکی او سوز و گداز عاشقانه رو وارد کرد. یعنی همین سوز و بیان سوز و گداز نهایت پرغلیان عاشقانه از همین غزل های سعدی سر می شود. در همین غزل هم ما همون جوش و خروش و همون گوییم جنبه های گوناگون غم عاشقانه و احساسات و تأثیرات و تصورات عاشقانه را که سعدی بیان کرده در این غزل می بینیم. هر کس به طور خودش به شکل و اندازه و به مقداری درک و فهم خودش میتواند که مصرع‌های این غزل رو در عموم خود غزل رو درک کند، تحلیل کند و هضم ساخته باشد. و مثلا این دو جمله دیگر وقتی در آب همچنان دستی و پای میزدم اکنون همان پنداشتم دریای بی پایاب رو. این بیت چنین معنی میدهد مثلا آب بسیار تنک بود پیشتر تا آن دمی که معشوقه با من بود یا این فراق خاله در میان نبود یا اینکه تا هنوز که من عاشق نبودم در مثلی که من در آب که تو میان است دست و پا میزدم. یعنی از اون بیرون شدن خیلی آسان است. اما وقتی که من عاشق شدم و فراق به میان آمد اکنون میگوید همان پنداشتم دریای بی پایاب رو. بی پایاب معنای یعنی بسیار عمیق و بی کنار. دریا در ادبیات کلاسیکی ما در شعر کلاسیکی ما به معنای رود نمی آید. مخصوصا شاعران ایرانی که در خراسان شعر میگفتند و در دیگر نقاط حتی در ماوراء النهرین در وقتی که دریا میگفتند اقیانوس را یا بحر بسیار وسیع را در نظر داشتند. اینجا هم سعدی میگوید که اکنون میگوید اون آبی که من دست و پا میزدم مبدل شده است به یک دریای بسیار عمیق، یعنی یک بحر بسیار بیکناری که ساحلش گم است. در اون من غرق شدم. بسیار عجیب است. در ادامه چی میگوید؟ امروز حالا غرقم تا با کنار اوفتم آنگاه حکایت گویم در دیدی غرق خواب را. امروز حالا میگه من غرقه گشتم در آب عشق. در عشق میگوید چنان غرقه گشتم که میگه حالا در کنار نیستم و کنار رو هم نمیدونم که کجاست. لیکن اگر یکی شد و من به کنار آمدم یعنی به ساحل رسیدم اونگاه من میگه همون درد دل غرق خواب خودم را میتوانم به تو قصه کنم. شکایت های عشقی رو بگویم. گر بی‌وفایی کردمی یرغو به قاآن بردمی کافر اهدا میکشد وین سنگدل احباب رو. قاآن همان شاه چین رو به فکرم در نظر داشتن. همون شاه چین رو یا قاآن میگفتن یا خاقان میگفتن در نظر داشتن. ولی اگر در زمان امروز بخونیم میگویند که میتوانستم که شکایتت رو به پادشاه برم ولی این کار رو نکردم. همین گونه شرح است. این خیلی است که اگر من بی‌وفایی میکردم یرغو به قاآن بردم. یرغو از خودش شکایت دادخواهی. یرغو کلمه مغولی است. من همین عرض کنم که در عصر سعدی یعنی در عصر 13 که مغول ها این طرف آمده بودن در ادبیات ما کلمه های ترکی مغولی مخصوصا مغولی خیلی زیاد وارد شده بود. خب لیکن در سعدی هم همین خیلی کلمه مغولی بوده است. لیکن سعدی یگانه شخصی است که در عصر 13 نگونی کرده است در عصر مغول، اما در آثار او در اشعار او هم در نظمش هم در نثرش کلمه های مغولی کمی اندرکم است. اما اینجا استفاده کرده است. یرغو کلمه مغولی صرف مغولی است و معنای شکایت است. خب دادخواهی شکایت است. میگه اگر من بی‌وفایی میکردم همون شکایت به قاآن میبردم یعنی پیش پادشاه میبردم. چرا که پادشاه وقتی که قضاوت میکند و قضاوتی و امری و حکمی و چی است واجب است اجراش. بنابراین میگه من پیش قاآن یعنی پیش پادشاه میبردم. کن کافر اعدام میکشه یعنی کافر اگر شخصی کافر اگر دشمنای خودش رو بکشه اون سنگدل احباب را یعنی سنگدل به معنی همون معشوقه است که همین زیبارو خان در شعر کلاسیکی ما همیشه سنگدل میباشند یعنی سخت دل میباشند یعنی عشق عاشق را چندان قبول نمیکردند. بنابراین میگه که وای سنگدل یعنی در نظر عاشق معشوقه او بسیار سنگدل مینماید. چرا که گوییم که اون اندیشه های او را یا خواهش های او را قبول ندارد.
معشوقه بسیار بی‌پروا است نسبت به عاشق هیچ بگیم که یگان چیز التفاتی نمیکنه. بنابراین میگه اون اگر میگه کافر دشمنان خودش رو بکشه اون سنگدل یعنی یار من میگه احباب را یعنی حبیبان را یعنی عاشقان را میکشه. بغیر از این غزل در مجموع سعدی شکایت کردن رو دوست نمی‌دارد و جای گفته است که من هرگز شکایت نکردم بجز زمانی که پای برهنه بودم و از پای لوچی اذیت میکشیدم. خیلی همون لحظه میخواستم شکایت کنم تا اون زمانی که از خود دورتر نفر رو دیدم که پای نداشت و از همونجا علاقه شکایت کردن رو به کلی بس کردم و در این غزل نیز از شکایت کردن خود رو کناره گرفته است. اگر در سر اون است که عاشق اصلا شکایت نمیکنه. بله. فقط سعدی نه. با جان میخرد تمام. اصلا ها یعنی هر یک خواهش‌های معشوق خودش رو وای به جان قبول میکنه. از معشوق خودش به هیچ کس شکایت نمیکنه. او هرچی معشوقه گوید او راضی است. او را قبول دارد. فهمیدید؟ بنابراین اگر میگوید من بی‌وفایی میکردم میگوید من در اون صورت شکایت میکردم. در صورتی که من بی‌وفا نیستم. من همیشه وفادارش هستم. هر چی او فرمود من اجرا میکنم. وظیفه عاشق هم بخشیدن است. انتظار بودن فقط بخشیدن و همین است کار یک عاشق واقعی. فریاد می‌دارد رقیب از دست مشتاقان و آواز مطرب در سرا زحمت بود بواب را. بله. در این بیت نوبتی که شما حضور خوانده یک کلمه شاید برای بینندگان ما چندان فهمان نباشد، کلمه بواب. این بواب کلمه عربی است و از باب گرفته شده است. بواب یعنی دربان. کسی که همون در بانی میکند همون بواب میگفتن. یعنی فریاد می‌دارد رقیب از دست مشتاقان او، از دست مشتاقان یار، عاشقان یار میگوید رقیب. گپ در سر آن است که جایی که عاشق هست یا عاشقان هستند رقیب و رقیبان هم هستند. اینجا همون حالت باز شرح داده شده است که آواز مطرب، مثلا اگر شما یک سرا را تصور کنید یعنی یک تالار را تصور کنید، در آنجا مطربان نوازندگان نشسته باشند و اونها گوییم که آوازخوان‌ها آواز میخوانند، مطربان یا نوازندگان مثلا نوازش میکنند، اما اون دربانی که اونجا کار میکند برای وی اون دردی سر است. فهمیدید؟ از اون او راحت نمیکنه. فهمیدید؟ بنابر همین هم میگه من رقیب فهمیده نمیتواند. فهمیدید؟ برای وی رفتار من، این حالت من مثل که با بواب اون موسیقی اون وی دردی سر میاره، همین حالت من با وی ممکن دردی سر بیاره. چرا که او رقیب نمیفهمد حالت من رو. همین چیز اینجا بیان شده است. ببینید در مقطع غزل سعدی چی میگه؟ سعدی چو جورش میبری نزدیک او دیگر مرو، ای بی بسر من میروم او میکشد. اینجا سوالی است به فکرم. اینجا همین در مصرع دوم در مصرع دوم او بی بسر من میروم میگه، من میروم او میکشد قلاب را. یعنی سعدی میگه که به من گفتن که نزدیک اون معشوقت که تو را رنج میدهد، تو در رنج او گرفتار هستی، دیگر نرو پیشش. یعنی دیگران به من گفتن که ای سعدی وقتی که تو جور یارت رو میکشی نزدش نرو. ای بی بسر میگه. بی بسر اینجا بسر اینم کلمه توجیکی خود ما است و معنایش چشم است. بی چشم یعنی آدم ناآگاه رو، آدم نادان رو بی بسر میگفتن. خب سعدی هم همین کلمه بی بسر رو به معنی نادان یعنی غیر آگاه، ناآگاه استفاده کرده. تو که میگید آگاه نیستی، ای بی بسر من میروم میگه، ای نادان مگر من میروم؟ نه، او میکشد قلاب را. یعنی حلقه ای را اگر ما هم خیلی میشود که حلقه ای را در گردن من او انداخته است، یعنی یارم انداخته. با اختیار خود نیستم. من میگوید در اختیار خودم نیستم. فهمیدید؟ یعنی او میکشد مرا. اصلا گرید همین عشق خودش کشیش است. نظامی بزرگ مثلا میگوید که تبایع جز کشیش کار ندانند، حکیمان آن کشیش را عشق خوانند. یعنی همین کشیش جاذبه عشق است. این یار میکشد و من میروم. من مثلا در اختیار خودم نیستم، تماما در اختیار خودم نیستم. یعنی اراده من در دست یارم است.
این همین معنی رو داره. میدونید من یک چیز رو میتونم بگم که سعدی نماینده سبک عراقی است. خب یعنی در عصر 13 شاعران ما، غزلسرایان ما در سبک عراقی ایجاد میکردن. سعدی هم همچنین سبک عراقی است، لیکن او سبک انفرادی خودش هم داره. سعدی، بزرگی سعدی در غزل اون است که او غزل‌هایش بسیار شیرین است. خیلی که این غزل موضوع تحلیل کرده، بسیار غزل‌های شیرین است، یعنی به دل‌ها می‌نشیند، چرا که زبانش بسیار نرم است، لطفی بسیار زیبا دارد. زبان سعدی شیرین است. یعنی کلمه‌های بسیار نامعنوس دشوار فهم رو در غزلش استفاده نمی‌کند. بنابراین سعدی را افصح المتکلمین گفتند. یعنی همین عنوان رو به او دادن، یعنی فصیح گفتار بوده. فصیح گفتار ترین شاعر در تاریخ ادبیات ما در غزل همین سعدی را شناختن. انا سعدی خدمتش باز در اون است که حدود 700 غزل دارد. شما میدونید که 4 دیوان دارد، طیبات، بدایع، خواتیم، غزلیات قدیم. در همین 4 غزلش حدود 700 غزل دارد و در این غزل‌هایش همین 5 نوع ساختار غزل رو استفاده کرده. اگر این غزلی که حاضر ما تحلیل کردیم اگر نگاه کنیم، این غزل کمپوزیسیون است، یعنی ساختارش مسلسل است. مسلسل یعنی هر بیت به سری خودش معنی داره، یعنی یک بیت یک جمله رو ifade میکنه، اما هر یک بیت پیهم آماده است که به همدیگر بسیار پیوند ناگسستنی منطقی دارد. و شما درست گفتید در اول که هر یک خواننده، هر یک شنونده از شعر مطابق ظرفیت خودش، این هنر است البته. بله. هنر تاثیرش هم خیر، یعنی تاثیر هنر به هم سوبژکتیو است. هر کس به طور خودش مطابق بینش خودش، جهان بینی خودش درک میکنه و میفهمه. لیکن واقعا یک غزل زیبای عاشقانه بود که ما خواندیم و تحلیل کردیم. بله. ببینید که بعد از مثلا سعدی عصرها است که سپری می شود، ولی تا امروز هر کس به طور خود سعدی را دوست می دارد و همین گونه عصرهای عصر دیگر هم ادامه می یابد. سعدی سرایی، سعدی خانی و چنین غزل‌های عاشقانه که در عمیق‌ترین نقطه قلب خواننده‌اش جا می‌گیرد. تشکر به شما برای تحلیل خوب، برای آنی که شرح خوب این غزل را برای ما گفتید و واضح‌تر و روشن‌تر شد. اکنون که ما این غزل را میشنویم و یا میخونیم، میدونیم که درباره چی حرف میرود، میدونیم که دیگر چی است. و تشکر. سلامت باشید. خوش آمدید استاد عزیز. دوستان عزیز، ما رسیدیم به فرجام برنامه عشقنامه. غزلی از مجموعه طیبات شیخ سعدی رو برایتون تحلیل کردیم، قرائت کردیم و امیدواریم که در این شام زیبا برای شما عزیزان یک حلاوت خاصه بود و شام خوب داشته باشید و قلب‌هایتان همیشه پر از عشق باشد. خیر. ز اندازه بیرون تشنه ام، ساقی بیار آن آب را.